سردار موسوی بگید همسر 34 ساله شهید، من مادر شهید 11 ساله‌ای هم که تو معرکه بود، مادر جانباز 9 ساله‌ای هم که تو معرکه بود. بچه‌های من تو خونه نبودن دوبینم پسرمومه، هنوز به چله شوهرم نرسیده. پسرموم که از روز اول جنگ تو معرکه بود. فکر نکنین اینا فقط بم خوردن تو خونه هاشونا. سردار ما انتقام اینا رو نمیخوایم، انتقام اینا رو داری پای لانچر میگیری. ما نمیخوایم روی لانچرات اسم شهدای ما رو بزنیم. ما یه چیز میخوایم، ما انتقام خون آقامون رو میخوایم. اگه انتقام خون آقامون رو نخوای، پیام ها اینجا میخوابن، علی رضاها اینجا میخوابن، رامینا اینجا میخوابن، مادرهایی مثل من خیلی سنم کمه برای مادر شهید شدم. شبی نیست چهره بچم از جلو چشم بره، شبی نیست چال لپش که کلن کنده شده بود نصف صورتش از چهرم بره، شبی نیست که چهره همسر شهیدم بره، بچه تیکم که هنوز رو تخته افتاده از یادم بره. ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، ما هرچی داریم خودتون داریم میبینیم. ما 20 روز یه بار اینجاییم، ما هرچی داریم و داریم از دست میدیم. نه شهرمون رو خالی کردیم، نه خونمون رو، کلی هم تهدیدمون کردن تو این چند وقت. نمیترسم، ولی به من هنوز کف خیابونم، ما هنوز شبا کف خیابونیم، ما با دل غممون کف خیابون. خون آقامون رو بگیریم. منم دانش علوم پزشکی دانشگاه تهران بودم، ما بی سواد نیستیم. همسر منم دانشگاه علوم پزشکی تهران درس خونده. فکر میکنین مثلا ماهایی که پای مملکت پای میزیم یه مش آدمای بی سواد و پاپتی؟ ما وایسادیم پای نظام و مملکت و پای آقامون. من فقط اومدم بهش بگم سردار ما پشتتیم، خون آقا رو نگذر. ما دنبال خون آقامون، خون آقام، اخراج کامل آمریکا از منطقه، نابودی اسرائیل، از بین رفتن دلار. یعنی با همین باید تاوان خون آقا رو بدن. ما منتقم شهید، ما اینا رو تو راه خدا دادیم، نمیخوایم. تموم شد، اینا خودشون میخواستن. زندگی نامه هر کدومشون رو، حالتهای هر کدومشون رو قبل شوهر شهید شدن برید ببینید، میبینید اینا که تو معرکه بودن انتخاب شدن، اینا الکی نرفتن، اینا خواست خودشون بوده که رفتن. ما دنبال خون اینا نیستیم، دنبال خون آقامون باشیم. حرف از آتش بس نزنید. من 20 روز پیش اینجا بودم، 20 روز پیش.